موقع کتاب، کتابخوانی، کتابداری و دوست داشتن کتاب جزء نهایت مهم سیاست امروزه دولتمان گردیده است. طوری از سخنان حکمت‌آمیز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ستایش کتاب برمی‌آید. کتاب است که تاریخ کهن بنیادی ما، گنجینه‌های تمدن بشری، دردانه‌های نظم هزارساله ما، داستان‌ها و علم و دانش باستانی، خرد و ذکاوت نسل‌ها و خلق‌ها را زنده نگاه می‌دارد. واقعاً در یگان دور و زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمی‌توان تصور نمود. با تعبیر خلق، خانه به کتاب روزی به آفتاب است. خوشبختانه این عنعنه اینه که گذشتگان، یعنی صنعت کتابداری و سخنسازی، امروز نیز در تاجیکستان صاحب استقلالی ما موقع شایسته دارد. در این راستا می‌توان ذکر نمود که کتابخانه دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا یکی از کلانترین و نمایان‌ترین کتابخانه در بین دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور محسوب یافته، از لحاظ فاند موجوده بهترین و کلانترین کتابخانه تخصصی به شمار می‌رود. کتابخانه مذکور 84 سال این جانب با تأسیس دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تشکیل کرده شده است و می‌توان گفت که یکی از مخزن‌های بزرگ علمی در کشور به حساب می‌رود. با توجه به سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌بینیم که با گذشت بیش از 32 سال صاحب استقلال علاقه از جانب عالمان و متخصصان ساحه در دل دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور، مخصوصا در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، کتاب‌های درسی برای هر یک دانشجو یا اون نفرانی که همچون دانشجو به این مؤسسه عالی تعلیمی وارد میشوند، دسترنج عالمان ما را که با زبان مادری تاجیکی نوشته شدند میتونن معاصرترین دانشجوی ساحه طبی کشور را یا کشورهای دور و نزدیک را آموزش کنند. یادآور می‌شویم که همساله پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام‌هایشان تاکید می‌نمایند که جوانان امروزه باید همقدم زمان باشند، به مطالعه کتاب مشغول شوند، چون که آینده دولت و ملت در دست جوانان است. با توجه به جوانان و راهنمون ساختن آنها به سوی علم و دانش در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تمام شرایط برای استادان و دانشجویان مهیا کرده شده. نزدیک به 700,000 ادبیات تعلیمی، علمی، بدیعی و تخصصی در کتابخانه آن جمع آوری کرده شده. همچنین ذخیره‌های الکترونی نیز موجود است. نماییم که وضع تامیناتی روند تعلیم با ادبیات‌های تعلیم و زبان‌های مادری و روسی در دانشگاه خوب برام مانده شده. این مسئله تحت نظارت دانشگاه قرار دارد و دائما در شورای علمی متدی دانشگاه و علمان فاکولته و شورای علمان فاکولته ها دائما بررسی می‌گردد. وابسته به دانشجویانی که در گروه‌های انگلیسی تحصیل می‌نمایند، کتابخانه زیاده از 40 نامگوی ادبیات‌های تعلیمی و زبان انگلیسی و روسی از طرف آموزگاران کاتدرا تهیه کرده و تعداد لازمه به خواننده پیشکش کرده شده. با توجه به رشد و پیشرفت علم و تکنیک و با خبر شدن از نبض دانشگاه معاصر بخصوص نوگانی‌ها در سمت علم طب جهانی، در نزد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا کتابخانه الکترونی تشکیل کرده شده است که استادان و دانشجویان از آن پرثمر استفاده می‌نمایند. من فیض‌الله زاده شکرانه نعمت‌الله دانشجوی کورس دوم فاکولته طبی میباشم که به طریق بودجویی و این دانشگاه داخل شده طول 2 سال است که در اینجا تحصیل و تعلیم میگیرم و هر روز نوبسته از اون که ما وقتی ایلوگی که وقتی خالگی داریم به اینجا اومده هم از شبکه‌های اینترنتی هم از کتاب‌های درسی استفاده میبریم و شرایط ها بسیار خوب میباشن برای ما، همه چیز مهیا است، هم آرامی زل مهیا است، هم کتاب های درسی هم به ما مهیا میباشد. در مجموع میتوان یادآور شد که دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از روی امکان شرایط و اقتدار کلان علمی و تخصصی خود سهمش در تربیت جوانان دوران استقلال وطن خیلی کلان بوده، تشویقگر و ترغیبگر جوانان به کتابداری است. زیرا کتاب سرمایه عقل و خرد، ثروت بی‌بهای کان گنج و معرفت و مجموعه اخلاق نکوست که انسان را برای راستی و راستکاری، خردمندی و مردانگی و متانت و بزرگی راهنما می‌سازد.
کتابخانه و کتابداری این یک وقتی اون وقت با هم رابطه گلیچ پیدا می نماید که مسئولیت و محبت نهاد داشته باشیم. کتابدار باید پیش رسالت خود را درک نموده برای خانه گرداندن مشتریان، یعنی خدمت رسانی در جای اول باشد که باید او از کتاب تامین شود و خانه گردانده شود. نام مناسب وظیفه گدای و ستاره متخصصی کتابخانه. خاموش خیزم اگر خطا باشد میبخشید اصلاح کنید برای که باری اول است.